برای من خانه یه مفهوم خیلی مشخصی رو داره و خیلی متفاوته از یک سازه یا یه پناهگاه. خانه جایی است که خاطرهای ما شکل میگیرن. توی پروژه های مسکونی که من کار میکنم این خاطرات جای خیلی مهمی رو فراهم میکنن. خاطرم از جزئیات شکل میگیره و جزئیاتی است که زندگی ما رو غنی میکنه و بهش محبت میده. فضاهایی که برای یه خانه باید ایجاد بشن فضایی هستن که پر از صنایع دستی باید باشه، پر از جنسیت‌های گرم و این خاطرها باید اجازه بدن که شما بتونید خودتونم در درون اون خاطره خلق کنین تصویر خودتونو. یعنی نباید اون جزئیات انقدر مهم بشن که یه تصویر خاصی رو بدن. باید این جزئیات بتونن شما رو به گذشته و آینده وصل کنن و این است که اون وقت اون تاریخچه‌ای رو ایجاد میکنه که خانه خانه میشه. تلاش من توی پروژه های مسکونیم همیشه به این نکته هست که نکته هایی هست که بتونم خاطره رو به وجود بیارم. خاطره فقط در یک مقوله فضایی به وجود نمیاد. خاطره میتونه یک گذر باشه. پس همون جوری که درون خانه خیلی اهمیت پیدا میکنه، بیرون خانم مثل یه گفتگویی رو ایجاد میکنه با محیط پیرامون خودش. این گفتگو چیزیست که من اسمش رو میذارم همزیستی. همزیستی چیزیست که محیطایی رو به وجود میاره که تعادل هست و احترام هست، محبت هست توش. توی پروژه‌های مسکونی که ما خلق میکنیم این همزیستی بین ساختمون و شهر یک موضوع خیلی حساسیه برای من، چون فضایی که بین شهر و ساختمون فراهم میشه مثل یک دستی میمونه که داره به سوی یه دوست واز میشه و اون دوست رو به آغوش میگیره. پس توی نحوه این برخورد مهمه که جنسیت ها چی باشن و چجوری ما فضای سبز رو بتونیم وارد این گفتگو کنیم بین شهر و ساختمون. و همینطوری که توی جزئیات های درونی ساختمون ما تلاشمون این است که بتونیم صنایع دستی رو بیاریم و خاطره ایجاد کنیم، توی نمام همینطور تلاش برای این است که با جزئیات‌های خاص این تاریخچه فکری خودمونو و اهمیتی که این تاریخچه داره در معماری رو بتونیم حفظ کنیم. در پروژه کوهیار تلاش برای این بود که این همزیستی رو بتونیم بین ساختمون و شهر ایجاد کنیم و در این شرایط بتونیم ورودی رو ایجاد کنیم که شما دسترسیتون به ساختمون همتراز باشه و خیلی با نرمش وارد فضای سکونتتون بشین. من از کانسپت حرف نمیزنم اینجا، برای اینکه در پروژه های مسکونی به نظر من کانسپت اصلی واقعا محورش دنبال
ایجاد کردن فضایی هست که بتونن اون آرامش رو ایجاد کنن و بیشتر حرف من در مسکونی این هست که این فضاها چجوری بتونن یک محیطی رو فراهم کنن برای یک فامیل. پروژه کوهیار یک ساختمان فامیلی تعریف شده. در پروژه کوهیار تلاش بر این بود که این همزیستی رو بتونیم بین ساختمون و شهر ایجاد کنیم از طریق یک فضای سبزی که بین ساختمون و شهر قرار می گرفت و در این شرایط بتونیم ورودی رو ایجاد کنیم که شما دسترسیتون به ساختمون همتراز باشه و خیلی با نرمش وارد فضای سکونتتون بشین. من از کانسپت حرف نمیزنم اینجا، برای اینکه در پروژه های مسکونی به نظر من کانسپت اصلی واقعا محورش دنبال ایجاد کردن فضایی هست که بتونن اون آرامش رو ایجاد کنن و بیشتر حرف من در مسکونی این هست که این فضاها چجوری بتونن یک محیطی رو فراهم کنن برای یک فامیل. پروژه کوهیار یک ساختمان فامیلی تعریف شده. در پروژه کوهیار تلاش این بود که نسل‌های مختلف بتونن زندگی کنن، از بچه‌ها، پدر مادرها و شاید هم پدر بزرگا و مادر بزرگا و زمین یه جوری ابعادش بود که تلاش این بود که دو واحد باشند و دو واحد یک اندازه. پس خود تعریف پروژه به این صورت رفت که ما دو خانه درست کنیم، واقعا خانه هایی که دو طبقه‌اند و خانه هایی که هم سطحن و برای دو نحوه زندگی متفاوت در یک ساختمان. بیشتر اوقات مشاعات یک مفهوم جزئی رو میگیره. ما اینجا سعی کردیم که مشاعات واقعا یه مفهوم خیلی مهمتری رو به خودشون بگیرن، چون در مشاعاتی است که مردم با هم رابطه برقرار میکنن و دوستی ایجاد میشه. پس توی پروژه کوهیار تمام مشاعات که ایجاد شده، چه از سالن ورزش یا استخر، در سطح حیات هستن. ساختمان کوهیار هدفش این بود که ما هم بتونیم بیشترین نور رو وارد ساختمون بکنیم، هم که در شرایط اقلیمی تهران بتونیم نور رو کنترل کنیم. پس یکی از موضوعاتی که باش این شکل گرفت نمای یعنی ساختمون کوهیار این است که ما این ساختمون رو دو پوسته‌ای بکنیم. یه پوسته‌ای که رو سطح شیشه قرار میگیره و یه سطحی که صلب‌تره و میاد و به بیرون قرار میگیره. به اضافه این که بتونیم هره‌هایی که ایجاد شده رو تبدیل کنیم به گلدونایی که توش گیاهای سبز کاشته میشن و یک یادآوری میشه که چجوری ما این فضای سبز رو وارد فضای درونی بکنیم و این رنگامیزی که ایجاد شده روی نما که شامل در اصل این خط سبز میشه به اضافه آجور قرمز، به اضافه پنجره هایی که به یه رنگ ماسه‌ای زرد
تبدیل شدن، این خود این رنگامیزی و قاب‌های پنجره ها که داره فریم میکنه واژه‌ها رو، اینا همه برای من اون جزئیاتی است که ساختمون رو به محبت ایجاد میکنه توش. معمارا خیلی خوششون نمیاد از محبت صحبت کنن، ولی برای اینکه نمیشه، محبت یه حسه و ما نمیتونیم محبت رو توضیح بدیم که یعنی چی. من بر همین میخوام استفادهش کنم، چون فکر کنم اصلا نقش یه معمار باید این باشه که تو کاراش محبت بیاره. خب ما توی فضای یکی از آپارتمان‌های همسط هستیم و الان توی بگیم فضای فامیلی است که ارتباط داره به یه تراس پشت ما و آشپزخونه که جلوی من هست. این همون فضایی بود که میگفتم که میشه تغییرشون داد و میشه تقسیمشون کرد به 3 فضا یا 2 فضا، یا اینکه کاملا این تزیینات رو ورداشت و یه فضای خیلی بزرگی رو ایجاد کرد. هدف ما این بود که تو این فضا که هستین بیشتر سطوحی که میبینین بیرونه و همونجور که توضیح دادم این حاشیه سبزی که ایجاد میشه بین ساختمون و شهر یه شادی میاره. واقعا هنوز دادم یه حس زندگی داره با تمام این ساختمون که ساخته شده. من اینجا فضا رو بزرگتر از خودش میبینم، نه که فضا تو هم میرن بدونی که هیچ دری داشته باشن و ایجاد میکنه که آدم فضا رو بزرگتر میبینه، یه حس آزادی داره. بر من همیشه این دید منظر خیلی مهم میشه که شما هر جا واسطادین چی رو دارین میبینین. آره، من فضای فامیلیه، فضایی است که من دلم میخواد بچه‌هام توش بزرگ شن.